یکی از دلایل یخ زدن اواپراتور یا همون رادیات جلو میتونه کمی گاز باشه. موقعی که شما شارژ گاز انجام میدین، بعد از یه مرحله‌ای که عبور کردین، مثلا 20 تا 30 تا گیجتون رفت بالا، لوله های مویی شروع میکنن به یخ زدن و این دو تا دلیل داره. یکی این که شما کارتون رو به خوبی انجام دادین و گاز در حال گردشه، و یکی هم این که هنوز اون مقدار گازی که باید به کولر برسه، به رادیاتورها برسه، هنوز انجام نشده. حالا اگه نگاه کنین میتونیم ببینیم. الان نگاه کنین، من کم کم گازو باز کردم و میبینیم که شروع به آب شدن میکنه. البته موقع شارژ گاز نباید یهو گاز بدیم، چون باعث میشه موتور سرد بشه و سردی گاز به قطعاتی برسه که داخل موتور میتونه آسیب بخوره، مثل پیستون و سوپاپ و اینا، قطعات مکانیکی داخل موتور هستن، یا همون کمپرسور. و حتما موقع شارژ گاز حوصله داشته باشین، کارتون رو به خوبی انجام بدین که یک کاری رو بتونید تحویل مشتری بدین که دیگه مشتری به خاطر خرابی دوباره کولر از ناحیه اون قسمتی که شما مثلا کار کردین دیگه نیاد، مگه اینکه کولر مشکل دیگه ای داشته باشه. الان گیجی که من دارم یک شماره بالای 4 میشه 72 73 R22. الان میتونیم ببینید که داره آب میشه. لوله ها الان کلا همه آب شدن. رادیاتورم کم کم داره عرق میکنه. و همین یه عکسم از بعد از اینکه کار تموم شد براتون میذارم.